بسیار جالب توجه. ایسی آب 6000 به خاطر همین هست که دونه هاش معمولا در حال سایز میوهش اومده روی 130 گرم 120 گرم، ولی خب داخل ایسی 6000 خیلی مهمه. آره. همچین کیفیت میوه هستم. گوجه سفتیش هم رقم واقعا جالب توجه. گوجه رقم با سیمون. این اصلا این تغذیه ویژه‌ای میخواد که بتونی اینو درشت بکنی. یعنی یکی از چالش‌های کشاورزی که همچین رقمایی رو کش می‌کنه اینه که اینا رو درشت بکنه. این تعداد دون ملاحظه بفرمایید. جوکر خودت هم بیا یه لحظه ببین. بله. تعداد دون رو اصلا ما همین الان متین بلند کردیم دیگه. این تعداد دونش چقدر بیشتر از متین. آره یه تغذیه خاصی میخواد. واقعا اگر اینو بکارید یعنی یکی از دردسرهاتون درشت کردن اینه. این تعداد در واقع دونه رو خود بوته نمیتونه به تنهایی درشت بکنه. آره. آب 6000. یه برنامه منظم